بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بلرزد ز عزمت جهان، به برکت جهاد و فداکاری شما، قربانی شما، به برکت خون شهدا افتخار میکنیم که امروز ما به عنوان مقر قرارگاه لیوای جدید و تأسیس ولایت نورستان جایی را انتخاب میکنیم و مجلسی که به مناسبت معرفی مسئولین این لیوا و افتتاح این لیوا دایر شده است. در جای اون مجلس را دایر میکنیم که چند سال قبل از اینجا اشغالگرها به خاطر کوبیدن ملت مسلمان و مجاهد نورستان، به خاطر چاپ انداختن بالای خانه های مردم مسلمان نورستان عملیات ها طراحی میکردند و اینجا به غرض اشغال این مرزبوم جور شده بود و امروز الحمدلله ما این را قرارگاه برای لیوای خود انتخاب میکنیم که این لیوا به غرض تأمین امنیت مردم مسلمان و مجاهد ولایت نورستان تأسیس می شود و از اینجا از سرحدات خاک افغانستان حفاظت و حراست می شود. خداوند رحمان